سلام، بالاخره بعد از این مدت طولانی که تو یوتیوب فعال نبودم میخوام این ویدیو رو بذارم و اونم میشه در مورد موضوعی که حالا تو این مدت به خاطرش هم فعال نبودم تو یوتیوب، در مورد آسپیدونگ پرستاریه. اینکه چه کسایی اصلا مناسب این رشته هستن، تو این رشته قراره چیا رو ببینین، چیا رو تجربه بکنین، یه مقدار دقیق‌تر میخوام بهش بپردازم. این اطلاعات که همش میگن پرستاری ما اینجوریه اونجوریه واقعا حقیقت داره یا نه و اینکه مناسب به چه کسایی نیست میخوام تو این ویدیو کامل بگم. در نظر بگیرید که پرستاری تو آلمان کلا محور مراقبتی، یعنی مثلا یه طرف خودش نتونه کارش رو انجام بده، حالا که میگم طرف بستگی داره، ممکنه یه سالمندی باشه، ممکنه یه بچه باشه، ممکنه یه فرد جوان باشه، اما خب بازم بنا به هر دلیل حالا موقتا یا دائمی نمیتونه کارش رو خودش انجام بده. کار روزمره مثلا حتی خرید کردن، حتی غذاشو دادن، حتی لباسشو تنش کردن، اینجور کارهای مراقبتی پایه رو خودش نمیتونه انجام بده. از طرف دیگه یه سری این کارا نمیتونه انجام بده، یه سری هم کارهای مثلا تخصصی مثل قرصا رو تعیین کردن، یا مثلا قرصا رو بخوای چجوری هم باید مصرف بشه که تزریقاتی باشه و بلد نباشه باشم انجام بده، یا مثلا پانسمانش رو بخوای عوض بکنی، مقاطعه با دکتر بخوای سونج رو حالا عوض بکنی، همه اینا هستش. کلا توی آلمان بستگی شد مراقبت هم بهیاری خودمون در ایران، یکیش هم شد قسمت تخصصی پرستاری پزشکی مدیسینشه به هاندلونگسپفلگه. اینا دو تا بخشی هستن که پرستاری تو آلمانه. حالا بسته به اینکه تو کدوم قسمت این سالمندان، بیمارستان، آمبولانتی یا کلا قسمت کودکانی، اینا از یک ذره کم و زیاد میشن، ولی همه اینا هستن. یعنی شما تو سالمندان هم که برین مثلا قرصا رو برای مریض مشخص بکنید، یا کاتتا سونداش که بهش میگن اونم میتونید بذارید. از اینجور کار تخصصی رو میشه انجام داد. اما مسئله دیگه که هست اینه که میخوام تجربه خودم بگم برای آسپیدون. این آسپیدونگی نیستش که خود آلمانی میگن اصلا آسپیدونگ راحتی نیست، یعنی خود اونایی هم که میگذرن آسپیدون رو اونام پدرشون در میاد. واقعا میتونید چون خیلی کار فیزیکی زیادی انجام داده میشه وقتی قسمت عملی هستین، و توی قسمت تئوری هم مطالب درسی خیلی زیاده، یعنی تقریبا باید به اندازه یه دکتر بدونین. شاید تئوریش کمتر از ایران باشه ولی بازم حجم تئوریش زیاد، مثلا برای ما که به زبان آلمانی میخوایم بخونیم و کلا خارجی هست. توی قسمت مدرسه بخوام بگم کار عملی و ممکنه به شما زیاد بدن که انجام بدین، چون بالاخره مدرسه هستین، مثلا که چجوری فشار خون بگیرین، چجوری BGA بهش میگن یه نمونه خون از گوشه، اونو مثلا یاد میگیرید، یا حالا تو مدرسه یاد میگیرید چجوری خون بگیرید. این خون گرفتن که بعضی پرستار نیست. توی مدرسه کار تئوری هم خیلی زیاد انجام میشه و تکلیف با همکلاسی یا گروه بندی، اگه مثلا توی کلاسی باشین که اکثرشون آلمانیه، اینا بیشتر با خودشون مچ میشن. این یکی از بدیایی بود که به نظرم تو دوران آسپیدونگ بود. به نظر من اصلا ضعف بزرگ این سیستم همینه که همه با هم دیگه همون اول که مچ بشن دیگه تا آخرش همونه، یعنی گروه ها خیلی عوض نمیشدن، خیلی افراد با هم دیگه توی گروه نمیافتادن. خیلی بده، چون که شما اگر همون اولش با یکی مچ نشین دیگه تا آخرش به عنوان خارجی میشین در واقع، که تو هیچ گروهی هم قبولتون نمیکنن. این تجربه واقعا بدیه، شاید یکی از بدترین تجربه‌ای بود که من داشتم. توی قسمت مدرسه معلما بعضیشون خیلی سخت دارن، بعضیشون حالا نه، میشه از گوشی استفاده کرد. مثلا بستگی مدرسه‌اش داره دیگه که چه سختگیری بکنم. مثلا ممکنه بعضیشون اصلا سختی نکنیم. یه وقتی من از همکلاسی آلمانی مثلا میشینم که این صدای گوشیشون میاد، داره تیک تاک میبینه، داره اینستاگرام میبینه. حالا شاید من خودم اتفاق بیفته. یه مورد دیگه هست اینه که توی مدرسه به شما یک قرصنا میدن، یه پوشه میدن. این پوشه هم خیلی سخت پر کردنش، یعنی 3 قسمت داره که بخوای صحبت بکنیم، یعنی یه قسمت اولیه، صحبت میانی، صحبت پایانی. که مثلا توی این اینزاس، توی این قسمت پرستاری که میخواین بگذارین، چه چیزایی رو، چه هدفهایی دارین، چیا میخواین بگیرین، چجوری بهتون گذشت و اینا. صحبت‌ها که از طرف یه مورد دیگه هم که هست، بعد با پرکتیس آنلاین ها، یعنی مربی عملی تایم‌ها رو مثلا می‌نویسه براتون، یا اینکه مثلا این دوره رو گذروندید باید امضا کنن، ساعتتون رو مشخص بشه. این فرم‌ها رو پر کردن سختش از این جهتی که بعد کلی امضا از این اون بگیری دیگه، و بعد کلی مثلا ترمین و جلسه مشخص کنی که بخواید با شما این پوشه رو کار بکنن. بعد اگه خود مدرسه هم تکلیفی به شما دیگه تو دوران پرکتیس انجام میده، تو دوران عملی، اونم کلا یه چیزیه برای خودش. معمولا هم اینا نمره میدم بهشون،
کلا این قسمت پرستاری و سیستمایی که داره نسبت به ما خیلی فرق میکنه آموزشی. شاید من تو ایران تو دانشگاه استاد یه چیزی میگفت بعد میرفت، ولی توی آلمان اینجوری نیست. بیشتر تو مدرسه نظرسنجی میکنن، جواب مثلا از طرف میخواد که خودش رو ملده کنه، دستش بیاره بالا ملده کنه، بعد اگه نظری داره در مورد مطلب درسی یه چیزی میدونه که مثلا مرتبط به پاسخ به سوال هست، مثلا میخواد اینو جواب بده. بعد موردی که هست توی قسمت عملی، خب شما یه واکنش با همکارا دارید، یعنی همکارای آلمانی پرستاری هم اینا معمولاً پیرن، بعد معمولاً هم نسبت به خارجی گارد مخفی دارن که این مورد بر من خیلی زیاد اتفاق افتاد. این سه چیزایی که میگفتن نه که به طور مستقیم نژاد پرستی باشه، مثلا بخوام من اذیت کنم، ولی خیلی جالبم نبود بر من، یا خیلی همدلی اونقدری که ما ایرانی‌ها نشون میدیم اما خونگرمی اینا ندارن. اینا موردایی بود که اون اوایل مهاجرت خب مثلا دیدم تنهایی هست، غربت هست، کارش هم اینه، همکارام که اینجوری هم اصلا اینو درک نمی‌کنن آدمو. این تجربه‌ای بود که من داشتم. برای اسپیدونگ مهمه که طبق قانوناشون پیش برید. مثلا اینکه میگن هر روز باید طرفو بشوریم. واقعا من اینم نمیفهمم هر روز شستن یک نفر چه نتیجه‌ای داره. شما یعنی میدونم که بالاخره مهمه برای پاکیزگی بدن، ولی مگه من خودم هر روز میشورم که بخوام اونا بشورم؟ این کارو برای شما انجام بدین تو دوران عملی. یعنی یه سری چیزا فرهنگا با فرهنگای ما فرق میکنه. اینش برای من خیلی عجیب بود. یکی از روزایی که سر کار بودم، همکارم گفت چرا این پنجره ها رو پرده ها رو باز نکردین؟ گفتم حالا چه فرقی میکنه باز باشه یا بسته باشه؟ بالاخره با تاریک دیگه تو اون ساعت. گفتش نه دیگه ممکنه بستگانش بیان گیر بدن که تو اتاق مثلا مرتب نکردی. من فهمیدم پرده باز کردن خیلی تو حال ما مطرحه، در صورتی ما تو ایران پرده رو اصلا نه باز میکنیم نه همونجوری میمونه. این چیزی بود که فرهنگی من خیلی مسائل مختلفی دیدم. کلا برای اسپیدونگ شما باید خیلی صبوری داشته باشید، بعد اینکه بتونید تو موقعی که سخته احساساتتون رو کنترل کنید که یه چیزی نگین که بدتر بشه شرایط، چون معمولا این همکارای آلمانی خیلی خالصانه کرد. چیزی که از شما میگیرن ممکنه بر علیه شما بخوان استفاده کنن. باشون دوست نشین، صمیمی نشید. اینا اصلا تو محل کار سعی نکنید که بخواین فکر کنید که اینا کمکتون میکنن، از اینجور چیزا نه. دقیقاً حدتون رو رعایت کنید، باشون یه مرزی بذارید. آره من فکر می‌کنم اگه اینجوری بودم از همون اول اسپیدونگم خیلی بهتر بود. از طرف دیگه قضیه مریض گفتنه خودتون. اگه مریض بودین روزی رو واقعا بگین مریضم نمیتونم بیام، بودن 20% یا 10%، ولی خب یه مقدار از تایم عملی و تئوری رو شما حق دارید که نرید، یعنی میتونید که نباشید و غایب باشید. مریض که هستین واقعا رو راست باشین دیگه، بگید زنگ بزنید بگید من مریضم. یه وقتی کسی از مریض نیست و زنگ میزنه با این وجود اینو بهانه میکنه. بعد مهمه که دکترم برید، بعدش یک ملده بشه که بشاینگونگی بگیرید. اون اوایل که مثلا من زنگ زده بودم برای که خودم مریض بگم، همکارم گفتش که گفتم من حالم خوب نیست نمیتونم بیام. بعد همکارم هم اینجوری گفت حال منم خوب نیست منم برم خونه. یعنی با خودم گفتم یادم اصلا همدلی نشون نداد، من تنهام اینجا، خودشم میدونه، از من پرسیده بود مریضم اصلا هیچی نگفت بوته بسقون، نگفت حالت بودم بهتر بشه، اینجوری گفت خب بیرحمی تمام اینجوری گفت. بعدش هم قطع کرد. یعنی اون تجربه که از الان که دارم فکر می‌کنم همه تجربه‌ام یه جوری بودن. از اینجا مثلا بخوام براتون تعریف کنم فکر کنم تا این ویدیو باشه 30 دقیقه 40 دقیقه. کلا دوره اسپیدونگ بعد ما اینا در نظر بگیرید یه وقتی که بریم تو دشویی گریه کنید. تقریبا همه کسایی که اومدن این اسپیدونگ گذروندن فکر کنم یه بار این کارو کردم. حالا آقایون رو نمیدونم ولی خانم‌ها رو مطمئنم، چون تجربه هاشون رو میخونم و میدونم که چقدر این کار فشار روانی میاره. شما در نظر بگیرید با کسی داری کار میکنن که ناتوانه، یعنی اگه مثلا توی با اون انرژی مردانی که میخواد کار کنه با یکی باشه که توانمنده، خودش میتونه کارش انجام بده، یا اصلا کلا کار اداری داشته باشی پشت میز نشستن فرق میکنه با اینکه همش در تکاپو باشی میخوای به یک نفری که نیازمنده کمک بکنیم. از طرف دیگه اگه مثلا یک کار رو درست انجام ندی، در نظر میگیم 10 تا وظیفه داشتین شما، یکیشو درست انجام ندیم اینقدر قور میزنن، یعنی اصلا
شتسه نمیکنه، یعنی اصلا نمیگن که مرسی این کارو کرد، مرسی این 9 تا مورد دیگر درست انجام دادی، اون یه موردی که غلط انجام دادین اینقدر میکوبونه رو سرتون که اصلا پشیمون بشین چرا اون اشتباه انجام دادید. فرهنگ کاری در آلمان با فرهنگ ما خیلی فرق میکنه. اینو بعد قبل از اینکه مهاجرت کنین از تقاوس بدونید. شما اول از همه که کارآموز هستین و تازه هر کارآموزی هم نیستین، یه کارآموز خارجی هستین، یعنی واقعا توی این سلسله مراتب بعدی آخرین مورد هستین. ما بعدش کارآموز آلمانی میاد. دقیقاً خود آلمانی هم آسمونینگ انجام میدن. پیشرفت‌های شغلی هم بعدش هست. میتونید به عنوان متخصص سخت میگه که مثلا اشتاتسیون رو بخواید مدیریت کنید یا مربی عملی بشید، همینا یک دوره عملی بگذرونید. مثلا مثل من بخواید در کنار آسمونینگ دانشگاه برید، دانشگاه پرستاری، اونم حداقل باید آسمونینگ قرارداد داشته باشید. این تجربه‌ای بودن که من می‌خواستم به شما بگم. اگه حالا استقبال شد یا بازم سوالاتی داشتین توی کامنت‌ها بذارید. مورد دیگه یادم بود که خیلی مهم باشه بهتون میگم. اینا خیلی برای آسپرین مهمن، چون که من اینا رو از اول نمیدونستم که اگه خودم مریض بودم زنگ بزنم بگم من مریضم نمیام، بعدا اطلاع میدم اگه حالم خوب شد. و بعد چک هم بکنید تا چه ساعتی شما باید خودتون دوباره سالم بگید من سالمم و زنگ بزنید. اینم باید چک بکنید از اون جایی که سر کارتون هست، مدرسه هم هست، بعد پرسجو کنید. مثلا این موردایی که شستن اینا خیلی مهمه. واقعا اصلا مونده بودم چرا. فکرم سوالی که طرف میتونه خودش همه کارش انجام بده، من چرا باید مثلا بیام تا یه حد کمکش بکنم؟ ولی خب دیگه وقتی هم اینجوری هم پیش میاد. مثلا میدونی سر پولش هم هست، پول پرستاری برای کارفرماها خیلی زیاده از بیر میگیرن و همینم براش مهمه که کارآموزا بتونن کارشو درست انجام بده، مشکل پیش نیاد که رضایت داشته باشن مریضا، مشتری‌ها. اگه تو آمبولانس باشه کسی اسمشون مشتریه دیگه، کلینت بهش میگن. دقیقاً اینا مورد بودن که میخواستم بگم. ممنونم که ویدیو تا اینجا دیدید.